دوستان و یاران همراه، سلام. به سرزمین قصه های کهن خوش اومدید. با قسمت 14 شاهنامه فردوسی با عنوان داستان رستم و سهراب در خدمت شما هستم. یکی داستان از پر آب چشم، دل نازک از رستم آید به خشم. بامداد یکی از روزها جهان پهلوان رستم آهنگ شکار کرد تا غمی را که در دل دارد برطرف سازد. ترکشی پر از تیر کرد و بر رخش نشست و به سوی مرز توران روان گردید. به بیابانی پرشکار رسید، به هر سو اسب تاخت و شکاری چند به تیر زد یا به کمند گرفت. سپس از سر شاخه ها و خار و خاشاک آتشی افروخت و بابزنی از شاخه درختی ساخت و گور نری به بابزن کشید و بر آتش نهاد و چون بریان شد بخورد. از آب روان رفع تشنگی کرد، رخش را به چرا در مرغزار رها ساخت و خود زین زیر سر نهاد و به خواب رفت. از اتفاق گذار تنی چند از سواران ترک به دان دشت افتاد. اسبی زیبا گرم چرا در مرغزار رها دیدند. قصد گرفتن او کردند. رخش به لگد 2 تن از آنان را کشت و سر یکی را به دندان از تن جدا کرد. دیگران از هر سو کمان افکندند و سرانجام او را گرفتند و با خود بردند و میان گله اسبان رها ساختند. رخش میان گله درآمد، مادیانی از او وار گرفت. رستم چون از خواب برخاست، از رخش جز رد پا اثری ندید. ناگزیر زین و لگام بر دوش گرفت و به دنبال نشان پی روانه شد. بازی روزگار چنین است، آنکه بر پشت زین قرار میگیرد گاه باید زین بر پشت نهد. اثر پی رخش به شهر سمنگان می رسید. به فرمانروای شهر خبر آمد که جهان پهلوان ایران پیاده به شهر نزدیک می شود. با بزرگان و ناموران به استقبال رستم شتافت و از پیاده آمدن وی اظهار شگفتی نمود. رستم پاسخ داد که رخش در مرغزار از من رمیده است و رد پای او را تا اینجا دنبال کردم. باید بیدرنگ اسب را بیابید و نزد من آورید، وگرنه سر بسیار کس را از تن جدا خواهم ساخت. شاه سمنگان با نرمی و فروتنی خواهش کرد که جهان پهلوان به بارگاه آید و شب را بیاساید و نگران رخش نباشد، چه رخش اسبی نیست که پنهانش توانند داشت. رستم از گفته او شاد شد و با هم به شهر رفتند. شاه سمنگان مجلس بزمی شاهانه آراست و بزرگان و ناموران را با رستم بر خوان نشاند. پس از خوردن نان و نوشیدن می ناب، رستم قصد خواب کرد و به خوابگاه رفت. پاسی که از شب گذشت، در خوابگاه به آرامی گشوده شد. پرستاری با شمع افروخته پا به درون نهاد و به دنبال وی ماهرویی مشکین موی خرامان به بالین رستم آمد. رستم از خواب بیدار شد و از دیدن آن سرو خوش خرام با بوی خوش و موی دلکش شگفتی نمود و نام یزدان بر زبان آورد. ماهرو لب به سخن گشود و گفت نامم تهینه است و دختر شاه سمنگانم. وصف پهلوانی ها و جوانمردی ها و نبرد آزمایی های تو را بسیار شنیدم و نادیده دل به تو دادم. این از وقت مساعد من است که گذار تو بدین شهر افتاده. آرزومندم که همسر تو شوم و از تو فرزندی برومند بیابم، همانند تو نامور و نیرومند. رستم که سخنان تهمینه را نغز و دلپسند دید، موبدی را به خواستگاری نزد شاه سمنگان فرستاد و هم در آن شب به آیین زمان
عقد زناشویی آن دو بسته شد و دلداده به وصل دلدار رسید. بامدادان رستم مهره‌ای گرانبها از بازو گشود و به تهمینه داد و گفت اگر دختر زادی به یاد پدر این مهره را به گیسوی او ببند و اگر پسر آوردی به بازوی او ببند. آنگاه با اندوه بسیار از یکدیگر جدا شدند و رستم بر رخش نشست و به ایران روانه شد و از این واقعه با هیچ کس سخنی نگفت. سالی گذشت. تهمینه پسری زاد، نامش را سهراب نهاد. کودک درشت اندام و نیرومند بود. چون 1 ساله شد با 10 سالگان در قد و قامت برابر بود و زمانی که به 10 سالگی رسید در همه شهر کس نبود که با او یارای برابری و به نیرو و هنر بر او برتری داشته باشد. روزی سهراب نزد مادر آمد و گفت به من بگو که پدرم کیست و سبب چیست که از همسالان خود به نیرو و برز و بالا فزونتر و برترم. تهمینه بر او فاش ساخت که پدرش جهان پهلوان رستم دستان است و مهره ای را که رستم داده بود بدو داد که بر بازو ببندد. سهراب شادمان شد. مادر اندرز داد که این راز پوشیده دار، مبادا افراسیاب که دشمن پدر تو خصم شاه ایران و ایرانیان است آگاه گردد و در صدد برآید که تو را تباه سازد. سهراب گفت نام و نشان نژاد و پهلوان زاده‌ای چون من در جهان پنهان نتواند ماند. از آن گذشته اگر چون منی پسر و چون رستمی پدر باشد دیگر در همه آفاق کسی یارای برابری با ما و برتری جویی بر ما نخواهد داشت. من بر سر آنم که نخست به ایران روم و کاووس را از تخت شاهی به زیر آورم و پدر را بر اریکه سلطنت بنشانم و تو را بانوی شهر ایران کنم و سپس به توران روم و دمار از روزگار افراسیاب برآورم و برای تحقق بخشیدن این آرزوها اسبی نیرومند و سلاحی شایسته می‌خواهم. تهمینه دستور داد که گله اسبان را از برابر او بگذرانند. سهراب اسبان را آزموند اما هیچ کدام را مقاوم و تیز تک نیافت. سرانجام یکی از بزرگان شهر کره‌ای نزد او آورد که از نژاد رخش رستم بود و چون سهراب آن را آزموند دید که نیرومند و پرتوان و تکاور و تیز رست و در پیچ و تاب و شتاب و درنگ چالاک و فرمانبر. از یافتن چنان اسبی شایسته خرسند شد. پس شاه سمنگان از زراد خانه خود جنگ افزار بسیار بدو بخشید و سهراب به گرد آوردن سپاه همت گماشت تا آراسته و به سامان رو به ایران آورد. آوازه سهراب و نیرومندی و پهلوانی او و اینکه قصد تاختن به ایران دارد به سرزمین‌های دور و نزدیک رسید و افراسیاب از آن آگاه گشت. بیدرنگ لشکری به سرداری هومان و بارمان به سمنگان فرستاد تا سهراب را در لشکرکشی به ایران یاری دهند و سفارش کرد بکوشند تا سهراب پدرش رستم را نشناسد تا شاید پدر ناشناخته به دست پدر کشته شود و چون در سپاه ایران رستمی نماند از تخت به زیر کشیدن کاووس شاه و تصرف ایران زمین آسان خواهد بود و پس از آن سهراب را نیز شبی در خواب از میان توان برداشت. سپاه توران با 2 سردار نزد سهراب آمدند و با هم به سوی ایران روانه شدند و در مرز کشور
به دژ سفید رسیدند. مرزبان گژدهم پیر بود و حجیر از گودرزیان نگهبان دژ. سپاه توران برابر قلعه صف جنگ آراست. حجیر جامه رزم پوشید و از قلعه بیرون آمد و از تورانیان مبارز طلبید. سهراب برابر او رفت و به نیزه او را از زین برگرفت و بر زمین زد و فرود آمد تا سر از تنش جدا سازد. حجیر غمگین شد و بر دست راست پیچید و امان خواست. سهراب او را امان داد و به بند کشید و نزد هومان فرستاد تا زندانی او باشد. گژدهم دختری داشت نیرومند و در سواری و تیراندازی و نیزه بازی ماهر. از کار حجیر و آنگونه آسان مغلوب شدنش آشفته شد و ننگش آمد. جامه جنگ پوشید و گیسوان زیر کلاه آهنی پنهان ساخت. سپس بر اسب نشست و از قلعه بیرون تاخت و از لشکر توران هم نبرد خواست. سهراب برابر او رفت. گردآفرید از دور بر او تیرباران کرد. سهراب سپر بر سر آورد و به تاخت خود را به گردآفرید رسانید. گردآفرید به چالاکی کمان را به بازو افکند و با نیزه به سهراب حمله بر شد. نیزه بر سهراب کارگر نیامد. سهراب با ته نیزه بر او زد و زره او را درید و خواست از زین بلندش کند و بر زمین افکند. گردآفرید به چالاکی شمشیر کشید و بر نیزه سهراب زد و آن را دو نیم کرد و بر زین قرار گرفت، اما دریافت که تاب مقاومت با او را ندارد. پس عنان اسب برگردانید و به جانب قلعه رو در گریز نهاد. سهراب از پس او تاخت و چون به او رسید دست دراز کرد و کلاه از سر او برداشت. گیسوان گردآفرید از بند رها شد و بر گرد سر او فرو ریخت. سهراب دریافت که هم نبرد او دختر است. شگفت زده شد. پس کمند از زین گشود و او را به کمند گرفت تا به لشکرگاه خود برد. گردآفرید از در چاره و تدبیر درآمد. گفت سپاه دو لشکر از دو سو ناظر جنگ من و تو هستند. خوشایند و شایسته پهلوانی چون تو نیست که ببینند با دختری نبرد می کنی. بهتر آن است که بند از من برگیری و با من به قلعه آیی تا قلعه را تسلیم تو کنم. سهراب که شیفته هنر رزمی و زیبایی گردآفرید شده بود موافقت کرد و هر دو به سوی دژ عنان در عنان روانه شدند. چون به قلعه رسیدند دژبان در قلعه را گشود و گردآفرید به چالاکی خود را به درون افکند و در به روی سهراب بسته شد. گردآفرید به بالای دیوار دژ آمد و به سهراب گفت بیهوده در پای دژ درنگ مکن، چه نه بر دژ دست توانی یا و نه بر من. سهراب که دریافت او را فریب داده است خشمگین شد و گفت اگر قلعه به بلندی آسمان باشد آن را به ضرب گرز از پای در خواهم آورد و ویران خواهم ساخت و تو را به چنگ خواهم آورد. پس به لشکرگاه بازگشت تا بامداد به تسخیر قلعه پردازد. گژدهم خوشنود از تدبیر دختر و رسم او در دم نامه به شاه کاووس نوشت و او را از آمدن سپاه توران به سرداری هومان و بارمان و نورسیده پهلوانی نیرومند به نام سهراب خبر داد و شرح داد که چگونه آن جوان هجیر پهلوان را به یک چشم برهم زدن از زین به روی زمین افکند و اسیر گرفت
و گردآفرید چگونه با او نبرد کرد و به تدبیر از چنگ او رها شد و افسود که چون همه پهلوانان درگاه را می شناسد اطمینان می دهد که جز رستم هیچ یک از آنان حریف این دلاور نوجوان نتوانند شد. نامه را بیدرنگ با پیکی تیز رو فرستاد و خود با مردم قلعه از راهی مخفی که در زیر قلعه بود بیرون رفت و همگی راهی ایران شدند. بامدادان سهراب به قصد تسخیر قلعه و به دست آوردن گردآفرید با لشکریان به دژ حمله برد، اما دژ را خالی از سکنه دید. شبانگاه بیشتر مردم آنجا رفته بودند و آنان که مانده بودند از سهراب امان خواستند. سهراب که دل به مهر گردآفرید بسته بود و شیفته او شده، از رفتن او سخت اندوهگین گشت، اما از این دلدادگی با کسی سخنی نگفت. هومان به فراست دریافت که سهراب دلباخته گردآفرید شده است. در فرصتی مناسب به او اندرز داد که شایسته جوانی دلیر و جنگاوری چون تو نیست که مهر دختری به خود مشغولت سازد. دیری نخواهد گذشت که شاه ایران با سپاه فراوان و سرداران و پهلوانان جنگ آزموده به مقابله خواهند آمد و تو باید همه دل به نبرد دهی تا پیروز گردی و چون کشور ایران به دست تو افتد آنگاه پریرویان بسیار از هر سو نزد تو خواهند آمد و سر تعظیم برابرت خم خواهند کرد. امروز در اندیشه جنگ باش تا فردا در مجلس بزم با سرور و نشاط توانی بود. سهراب از سخنان هومان به خویشتن آمد و از او سپاسگزاری کرد. فتحنامه‌ای در شرح تسخیر دژ سفید و اسیر گرفتن هجیر برای افراسیاب فرستادند و شاه توران از این پیروزی شاد شد. از سوی دیگر چون نامه گژدهم به کاووس شاه رسید، گیو را به حضور خواست و او را با نامه‌ای به سیستان فرستاد به طلب رستم و تأکید کرد که شب و روز بتازد و در هیچ جا درنگ نکند و چون به سیستان رسد بیدرنگ با جهان پهلوان روانه درگاه گردند تا پیش از رسیدن لشکر دشمن به پایتخت بتوانند راه بر آنان بگیرند. و در نامه از پهلوان نوخاسته و زورمندی او آنچنان که گژدهم شرح داده بود به تفصیل یاد کرد و گفت که جز تو که رستمی کسی را یارای برابری با آن دلاور نیست. گیو به شتاب تمام روانه شد و شب و روز اسب تاخت تا به سیستان رسید. دیدبان از دور او را بدید، خبر داد که سواری شتابان به شهر نزدیک می شود. تهمتن بر اسب نشست و از شهر بیرون رفت. خبر داد که سواری شتابان به شهر نزدیک می شود. تهمتن بر اسب نشست و از شهر بیرون رفت. با گیو مصادف شد و از دیدار او شادمان گردید و با هم به شهر بازگشتند و مجلس بزم آراستند. نان خوردند و می نوشیدند. گیو نامه کاووس شاه را بدو داد و تأکید کرد که هرچه زودتر باید روانه شوند. رستم از شنیدن خبر پهلوان نوخاسته به شگفت آمد. گفت در توران چنین پهلوانی را نمی شناسد و فاش ساخت که از دختر شاه سمنگان پسری دارد، اما او هنوز خردسال است و با اوصافی که گژدهم از جنگاوری وی ذکر کرده است آن پهلوان نمی تواند پسرش باشد. پس افزود به هر حال از کسی باکی ندارد و هر که باشد به دستش از پای در خواهد آمد. بهتر آن است که گیو روزی چند نزد او بماند و بیاساید، سپس عازم پای تخت شوند. روز دوم بر آنان به شادی و میخواری گذشت.
و سوم روز را نیز با همه نگرانی و اضطرابی که گیو نشان میداد، رستم به باده‌خواری و ترتیب دادن مجلس عیش و سرور گذرانید. بامداد روز چهارم گیو با اضطراب تمام از رستم خواست که روانه شوند و گفت که کاووس شاه تند و ناهوشیار است و رنج خدم و حشم خود را ارج نمی نهد. ممکن است از این تأخیر خشمگین شود. رستم پذیرفت و تدارک سفر دید. پس رو در راه آوردند. چون به درگاه شاه آمدند، رستم کرنش کرد و آفرین گفت. اما کاووس از دیر آمدن وی غضبناک بود. بدو التفاتی نکرد و به آواز بلند گفت: رستم کیست که از فرمان من سرپیچی تواند کرد؟ پس به طوس دستور داد که برخیزد، دست رستم را بگیرد و او را با گیو بیرون برد و هر دو را سرنگون از دار بیاویزد. بزرگان دربار از این سخن شاه سخت شگفت زده شدند. طوس برخاست بدان نیت که رستم را موقتا از پیش شاه بیرون ببرد تا خشم او فرو نشیند. اما رستم از گفتار و رفتار شاه و حرکت طوس سخت به خشم آمد. چنان دست بر دست طوس زد که از بالا سرنگون شد و به رو در افتاد. پس زبان به ملامت شاه گشود و گفت: شاها، همه کارهای تو یکی از دیگری بدتر است. سلطنت سزاوار چون تو کم خردی نیست. طوس کیست که دست به سوی من دراز می کند؟ اگر من به مازندران نمی رفتم و دیوان آنجا را و دیو سفید را از پای در نمی آوردم و تو را با چشمان نابینا شده از بند و زندان رها نمی ساختم، که توانایی داشت به آن کار پردازد؟ از بند و زندان شاه هاماوران که تو را رها ساخت و از میان انبوه جنگل دوردست چون از پرواز به آسمان آنجا سرنگون افتاده بودی که تو را یافت و به مقر فرمان روایی باز آورد؟ اگر نیرومندی و هنری داری فرمان بده سهراب را بردار بکشند، نه مرا. این بگفت و به خشم از دربار بیرون رفت و بر رخش نشست و راه سیستان در پیش گرفت. بزرگان دربار از رفتن پهلوان بزرگ نگران و سراسیمه شدند. به گودرز گفتند که تو می توانی با شاه سخن بگویی و او را متوجه رفتار ناپسند و گفتار ناروایش بسازی و وادار کنی که رستم را بازگرداند و دلجویی کند و آنگاه خود به دنبال فرزند زال بروی و او را با سخنان متواضعانه بازگردانی. گودرز نزد کاووس رفت و گفت: شاها، در این هنگام که دشمن با سپاه انبوه روی به تسخیر کشور نهاده است، آن هم همراه پهلوانی که به گواهی گژدهم هیچ دلاوری جز رستم یارای برابری با او را ندارد، چگونه چنین نابخردانه با جهان پهلوان پرخاش کردی و او را آزرده ساختی؟ حال کرا داری که تاج و تخت تو را از دشمن محافظت کند؟ کاووس که از کرده و گفته خود پشیمان شده بود با شرمسازی پاسخ داد که تو بهتر از هر کس آگاهی که تندی و خشم سرشت من است و غضب من ارادی نیست. بیدرنگ از پی رستم برو و او را بازگردان. گودرز شتابان از پی رستم تاخت و چون به او رسید پیاده شد و گفت: جهان پهلوانا، تو خود از سبک مغزی و ناهوشیاری و سرشت تند کاووس بهتر از همه کس آگاهی داری. چرا به یک سخن تند و خشم او پشت به همه بزرگان و سران کشور و لشکریان کردی و ایران و ایرانیان را بی پناه رها ساختی؟ دشمن به نزدیک رسیده است و جز تو پناهی و پشتیبانی نداریم. رستم گفت: سخن تو راست است، اما میبینی که شهریار مرا سبک می‌دارد و جنفشانی های مرا ارج نمی نهد. گودرز گفت: این همه راست است،
اما لشکریان و مردم ایران رفتن تو را به گونه دیگر تعبیر می کنند و حمله بر ترس تو از سهراب می نمایند و خواهند گفت که رستم از نبرد با پهلوان نوخاسته‌ای بیمناک شده است و این ننگی خواهد بود بر دامن دلاوری ها و هنرنمایی های تو. رستم گفت چنین است، اما تو خود بهتر آگاهی که از نبرد با هیچ آفریده بیم ندارم. با این حال برای اینکه چنین نسبتی به من داده نشود با تو به درگاه شاه باز می گردم. پس آرام آرام بازگشتند و به حضور کاووس رفتند. شاه از جا برخاست و رستم را در آغوش گرفت و پوزش خواست و دستور داد مجلس بزم آراستند و باقی روز و پاسی از شب را به شراب و نشاط گذراندند.